فرستاد. وقتی شما که خاندان فرستاده خدا هستید به رسم آیین مردم پایبند نباشید، از دیگران چه توقع میتوان داشت؟ ولی یوسف یک کودک است. چگونه میتوان او را به بردگی گرفت؟ بزرگ و کوچک فرقی ندارد. این آیین همه را شامل می شود. ما هم به آن احترام می‌گذاریم. من میدانم که نیرنگی در کار است، اما نمیتوانم ثابت کنم. لذا اگر تو از یوسف نگذری، مجبورم با درخواستت موافقت کنم. من دزد مال خود را یافتم و از او نمیگذرم. خداوند و رسولش از من درگذرند و مجازاتم نکنند. برویم یوسف. تو از امروز به مدت 4 سال برده من خواهی بود. این هم حاصل آن همه تعریف و تمجید. کودکی را که بیهوده پر و بال بدهند نتیجه همین خواهد شد. کودکان گاهی از این شیطنت ها می کنند، اما که دزدی نیست. چرا با او موافقت کردید؟ فائقه نمیتواند از یوسف به خوبی نگهداری کند. یوسف ظاهراً دزدی کرده بود و من نتوانستم خلاف آن را ثابت کنم. نگران نباش، جای یوسف بد نیست. عزیز عمه، از این پس تو اربابی و عمه کنیز توست. تو وارث برادرم و چشم و چراغ قبیله ما هستی. این کمربند در حقیقت میراثی است که فقط تو لایق آن هستی. این کمربند از این پس مال من است.